با تشکر آقای بامرادی. یه توضیح در مورد نسخه‌های خطی بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی ما در واقع دارای یکی از نفیس‌ترین گنجینه‌های خطی جهان هست که نه تنها ما بلکه خیلی از پژوهشگران دیگر کشورها رو شیفته و وامدار این گنجینه کرده. هویت فرهنگی ما در واقع تنها در گرو شناخت گنجینه‌های اینچنینی هست که در داخل کشور و خارج کشور سهم عظیمی رو در غنای فرهنگ اسلامی و ایرانی به عهده داشته. این مجموعه حاضر که اینجا جمع آوری شده فهرستی از نسخه‌های خطی و تعداد محدودی هم از کتاب‌های چاپ سنگی مربوط به فقه و اصول هست که برای قدرشناسی از زحمات قاضی فقید شادروان جنابی که تمام اونها رو به دانشکده علوم انسانی وقف کرده فراهم شده. در اینجا لازم می‌دونم از همکاری تعداد دیگر از اعضای هیئت علمی دانشکده از جمله دکتر لسانی که همکاری داشتن در تهیه فهرست با بنده کمال تشکر رو داشته باشم. نسخه خطی ما در حال حاضر حدود 1000 نسخه نفیس خطی در فقه و اصول هست که بخشی از اون رو در واقع کتاب‌های چاپ سنگی رو علاوه بر این فهرست در بر می‌گیره. علاوه زحمت زیادی برای در واقع نگهداری این نسخه خطی کتابخونه متحمل شده. یه مقداری هم در مورد شیوه نگهداریش هم یه توضیح می‌فرمایید؟ همونطور که مستحضرید باید شیوه نگهداریش رو از لحاظ دما، رطوبت، نور و نظایر اینها در واقع به طور مرتب تنظیم کرد. ما برنامه‌ای رو هم توسط معاون محترم پژوهشی دانشکده در دست اقدام داریم که ضمن حفظ تمام این موارد اصول ایمنی لازم رو برای حفظ و نگهداری اون در داخل دانشکده در نظر گرفته. ضمن اینکه ما فهرستی از این گنجینه اهدای جناب آقای دکتر جنابی رو هم در مجموعه‌ای که توسط موزه ملی ایران به عنوان یکی از گنجینه‌های موزه ملی ایران به چاپ خواهد رسید منتشر خواهیم کرد. مهمترین برنامه‌ها و اقداماتی که کتابخونه برای توسعه خودش در آینده اونها رو طراحی کرده یا قصد پرداختن به اون برنامه‌ها رو داره به طور خلاصی اشاره بفرمایید. ما در حال حاضر فهرست نویسی کتب عربی و لاتین دانشکده رو شامل حدود بیش از 10,000 جلد کتاب عربی و لاتین هست رو در دست اقدام داریم که مجموعه نفیسی برای پژوهشگران داخل دانشکده خواهد شد. ضمن اون که از تکنولوژی‌های روز در خصوص دسترسی به آخرین اطلاعات کتاب شناختی از هر نقطه متصل به اینترنت در واقع ما به صورت آنلاین و اوپک این امکان رو فراهم کردیم که اساتید و دانشجویان مقاطع ارشد و دکترای ما بتونن به این اطلاعات کتاب شناختی در اسرع و دسترسی داشته باشن. ضمن اینکه ما بیش از 3000 جلد پایان‌نامه دانشجویان ارشد و دکترا هم در واقع به صورت فهرست‌نویسی شده و آنلاین در اختیار هست که به صورت روزانه مراجعه مکرری برای استفاده از این پایان‌نامه در خصوص ادبیات تحقیق، روش تحقیق و متدولوژی هایی که در این برنامه‌ها به کار رفته داریم. من ضمن که از جناب عالی تشکر میکنم، فقط یه سوالم ببخشید باید قبل از این میپرسیدم که فراموش کردم، و این هم است که در واقع علی‌رغم این که ما منابع اطلاعاتی که بهش دسترسی داریم از قبیل اینترنت و سایر پایگاه داده، در این حال خود کتابخونه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. برای خرید تازه‌های نشر و تازه‌های کتاب شما بفرمایید که اولا به چه شکل در واقع این فرایند صورت میگیره، ثانیاً آیا منابع و بودجه لازم رو در واقع در این حوزه در اختیار دارید؟ خدمتتون یک سری بودجه‌هایی رو که در بودجه‌های سالانه توسط کتابخانه مرکزی خریداری میشه توسط گروه‌های آموزشی فهرستی از اونها تهیه میشه و کتابخانه مرکزی خریداری میکنه. از جمله کتاب‌های لاتین و فارسی که در نمایشگاه اردیبهشت هر ساله در واقع وزارت علوم بودجه رو در اختیار دانشگاه میگذاره، این خرید انجام میگیره. جدا از اون کتابخانه دانشکده
با استفاده از پایان‌نامه‌های دانشجویان به لحاظ اینکه آزمایشگاهی رو در علوم انسانی ما به اون شکل دانشگاه‌های دیگه نداریم، دانشگاه در واقع با یه تعامل مثبتی این بودجه‌های آزمایشگاه‌ها و نظرینه‌ها رو در قالب کتاب اجازه داده که هزینه بشه و بتونیم در قالب این بودجه‌های پایان‌نامه دانشجویی کتاب‌های لازم رو خریداری کنیم و دانشجوها در رساله‌های خودشون استفاده بکنن. تقریبا به صورت تقریبی